توافقنامه دوحه، سرآغاز فتح و جواب به اعتراضات. ارائه کننده اداره نشراتی المرصاد. نشر اداره علمی و فرهنگی البرز. صحابه کسانی بودند که فقط به خاطر یک وعده های غیر ارادی هم قاتلان دوستان خود را می بخشیدند. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده است که گفت: شهر تستر در خراسان را محاصره کردیم. آنجا قلعه مستحکمی بود که هرمزان فرمانده سپاه ایران نیز در آنجا بود. او همچنین قاتل دو صحابه با استعداد، براء بن مالک رضی الله عنه و مجزا بن ثور رضی الله تعالی عنه بود. در نتیجه محاصره شکست و هرمزان زنده اسیر شد و او را دست بسته با جمعی از مجاهدین به مدینه منوره آوردند. هرمزان که با امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روبرو شد، از او سوالاتی پرسید، اما هرمزان قبل از پاسخ به او گفت: مثل مرده صحبت کنم یا زنده؟ عمر رضی الله تعالی عنه به او گفت: نترس، مثل زنده ها سخن بگو. هرمزان گفت: هنگامی که شما بت‌ها را می پرستید ما بر شما مسلط بودیم و شما فقط دو شانس داشتید: غلامی یا مرگ. اما وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی شما آمد، دستهای ما شکست. ما عجمیان همیشه شکست خواهیم خورد و شما به برکت دین پیروز خواهید بود. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه گفت: امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به من گفت: با هرمزان چه کنم؟ گفتم: لشکری نیرومندی از خود به جای گذاشته است. اگر او را بکشیم، ارتش وی روحیه خود را از دست می دهند. شکار به نظمی خواهد شد و ما پیروز خواهیم گردید. پس امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمود: نظر من هم نیز است. چون هرمزان قاتل صحابه رضی الله تعالی عنهما است، باید کشته شود. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه گفت: کشته شدن هرمزان به خوبی تایید شد. پس گفتم: امیرالمؤمنین، شما نمی توانید هرمزان را بکشید. امیرالمؤمنین رضی الله عنه با تعجب فرمودند: چرا؟ انس بن مالک رضی الله تعالی عنه گفت: هرمزان که به شما گفت مثل مرده صحبت کنم یا مثل زنده، یعنی اگر مرا می کشید به مناسبت همین حالت صحبت کنم، یا اگر من را نمی کشید به مناسبت همان حالت صحبت می کنم. در ضمن شما به او گفتید: نترس، مثل زنده ها حرف بزن. معنای صحبت شما این است که گویا او را امان داده اید. پس حالا اگر او را کشتید، عهد خود را زیر پا کردید. امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمود: ای انس، آیا تو در قول خود صادقی؟ اگر من چنین گفته باشم شاهد بیاور. انس بن مالک رضی الله عنه می گوید: زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه این را شنید و من شهادت داد. پس امیرالمؤمنین به هرمزان گفت: تو در امن هستی. حالا هر طور که می خواهی راه خود را انتخاب کن. وقتی هرمزان دید که مسلمانان برخلاف ملیشان به عهدی که داده شده عمل می کند، در همان زمان مسلمان شد و با مسلمان شدن وی بسیاری از کافران هم مسلمان شدند. این رویداد در کتاب‌های متعدد تاریخی نقل گردیده است. در داستان جای تعجب است که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وکیل مدافع قاتل برادر خویش قرار می گیرد و می خواهد او را نجات دهد تا مرتکب خیانت به مسلمانان و اسلام نشود. سبحان الله. شکستن توافق حرام و گناه کبیره است. از این رو علامه بن نجیب رحمه الله یک قاعده های ذکر کرده است: الخلاف فی الوعد الحرام. خلاف عهد عمل کردن حرام است. حافظ بن حجر رحمه الله
شکستن عقد را در ردیف گناهان کبیره ذکر کرده است. خداوند متعال از عهد شکنان بدترین موجودات یاد کرده است. کسانی که از آنان پیمان گرفته ای ولی آنان هر بار پیمان خود را می شکند و از خیانت پرهیز نمی کند، آنها از خداوند نمی ترسند. عهد شکنی صفت منافقان است. خداوند متعال می فرماید: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون. آن کسانی که پیمان را قبلا با خدا محکم بسته‌اند می شکنند و آنچه را که خدا دستور داده است گسیخته نشود آن را می گسلند و در روی زمین به فساد و تباهی دست می یابند. اینان بیگمان زیانبارانند. الله جل جلاله به خاطر عهد شکنی یهود را لعنت کرده است. الآیه: اما به سبب پیمان شکنی ایشان آنان را نفرین کردیم و از رحمت خود محروم داشتیم و دلهایشان را سخت نمودیم. آنان سخنان را تعریف و بخش فراوانی از آنچه بدشان تذکر داده شده بود ترک کردند. همیشه می توانی خیانتی تازه از آنان ببینی، مگر عده کمی از ایشان پس از آنان درگذر و نادیده بگیر که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. در حدیث صحیح یک صفت منافق را وعده خلافی یاد کرده است. از عبدالله بن عمر که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 4 صفت وجود دارد که در هر کس باشد او منافق خالص است. هنگام سخن گفتن دروغ می گوید، خلاف وعده عمل می کند، اگر عهد و پیمان ببندند آن را می شکند، هنگام مخاصمه دشنام می دهد. در حدیث دیگری آمده است: کسی که معاهده ای را بشکند که خداوند و رسولش به او امان داده اند، این شخص امان الله را نقض کرده است. پس بوی بهشت به مشامش نمی رسد، هرچند بوی آن از فاصله 70 سال راه به مشام می رسد. هر کس که به عهد و پیمان خود وفادار نباشد از دین خود بترسد، زیرا مسلمان هرگز نمی تواند خائن باشد. این سخن پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم است.